دوستان عزیز، صبح بخیر، هموطنان عزیز. برای کانال ما پلان دارم. ما با مقصدم میرسم. این نماده کبیری کریسا در کرای. کانال 23,000 شد. ای 10 میلیون زیاد پراسماتر داریم در بین 18 روز. مردم شریف تاجیکستان. من خیلی بچه هستم، نمیخواد دلش میرم. بیاین یگون کس کانال خیلی پیشروی خوب داره. ما با دیم کانال هم دارم، اوینده تیوی. من اگر با مقصدم برسم، من میخوام با زبان روسی گپ بزنم. این می‌نم برای международное право. من یگان چشم خفه نیستم. 5-6 نفر بیای سخفایی به اون قصه بمونیم که پس گپ زنه. ای خیلی وای ای خیلی. این کانال نمیروز تو 4,000 در اومد. من یه بار پروبات کردم. برادر بختری در اومد. دیدیم که تو 5,000 خیست. من تو 18 را اجازت نمیتم. настройка میدوی تو 18 را там یک кнопка را میجی نمیتونن در اومدن. این افیروده ای چودم بلو اکران نوشته ایست. 1000 چند نفر میخواد بدروه ای خیر برای من اگر با مقصدم برسم هموطنانی عزیزم بیاوین یک آدم بیاوین. کانال ویدیوش удалить نمیشه. ما کانال نو میکنم اگر من با این مقصد ما را با فکرم уже میدونم من چی مقصد دارم. ما با زبان روسی دلش گپ میزنم. کبیری کریسا را باید ما پشت پنجره برم. همه میدونن مقصد ما چی است. بکوین یک آدم بکوین. التماس میکنم. کبیری خیلیش موندگی نیست. کبیری را دیگه دولت گفته سهش. کبیری پشت پنجره رفت. میشه خفایو کانال نو ای با زبان روسی گپ میزنه. بیاین یک آدم من التماس میکنم. اوزیان سر وقته. کی میدونه که پگاه уже پشت پنجره میروم. دیگه من نمیبینی. ایوزی بکوین کانال نمونه که پس براو. بیاین یک آدم پجاست. این مینه در جمهوری تاجیکستان باشه. یک قاضب دا подписчик میگیرم. لوگین پروگرام میتمش. با دستگیریش میکنم. همون پروگرامی که میبریم اونجا یک مدت $50 $100 با دستگیریش میکنم. بشوخی. اینا من داونه уже میخواستم یک ویدیو کنم. امروز با برادر دنیای فانی و یک برادر من است. من میخواستم که یک هفته یک بار ببره ایمن اسلام گپ زنم. خفه نشین ای برادر است. اون کبیرو خیلیش موندگی نیست. من میخوام از زبان روسی گپ زنم. زنده باشه دوستان عزیز. فقط با پیش روز شنبه ما افیر دهیم.